سلام دوستان، خسته نباشین. به قسمت جدید آموزش کافی نت خوش اومدین. امروز میخوام ثبت نام ماشین شرکت سایپا رو خیلی مختصر بهتون توضیح بدم. برای ثبت نام ماشین های سایپا تو سامانه سایپا وارد مرورگرتون بشین. سایپا رو سرچ کنین، کلمه سایپا. بعد سایت اول که میاد سامانه فروش سایپا وارد بشین. بعد از قسمت ورود یا ثبت نام، چون من این مشتری رو قبلا کد ملی و ایناشو داشتم اینجا وارد میکنم. شما اگر نداشتید از قسمت ثبت نام فرم وارد میکنین، رمز رو میدین. بعد از قسمت ورود شماره ملی مشتریتون رو وارد میکنین، کلمه عبور رو وارد میکنین، کپچا رو طبق تصویر پر میکنین، راستی آزمایی میزنین، ورود میزنین. الان دقیقا رمز رو وارد میکنم، کپچه رو پر میکنم، فرود رو میزنم. خب طبق طرحهایی که الان اعلام شده، الان میبینید طرحهایی که اعلام شده شاهین پلاس هست و چانگان. برای مشتریمون همون طرحی که میخواد، همون ماشینی رو میخواد ازش سوال میپرسیم و واسه شون انتخاب میکنیم. مشتریمون طرح مادران هست. طبق همین طرحی رو میبینین که این سری شرکت سایپا شاهین داره، چانگان داره، پرایدوانت داره، زامیات داره و طبق همون چیزی که مشتری خواست واسه شون ثبت نام میکنیم. ماشین انتخابی رو انتخاب میکنیم و روی گزینه انتخاب خودرو کلیک میکنیم که ماشین رو ثبت نام کنیم. کلیک میکنیم. بعد در اینجا سه گزینه هست: گزینه طرح مادران، طرح عادی، طرح فرسوده. طرح مادران رو انتخاب میکنیم، تیک چیز رو میزنیم، ربات رو میزنیم، تایید میکنیم، به همون یه دونه کد رهگیری میده. از این کد رهگیری یه دونه پرینت میگیریم، به مشتریمون میدیم و ثبت ناممون به اتمام رسید. خیلی ممنون.